سلام رفقا، دوباره برگشتیم با معرفی سفر از ایران به وان. این که میبینید مرز رازیه. در ادامه ما سوار ون شدیم. کرایه حدود 250 لیر میگیرن تا خود شهر وان ببرن. تو مسیر 2 تا 3 تا شهر کوچیک وجود داره و بین این شهرها یک چشمه آب معدنی وجود داره. این شهری که میبینید یکی از اون شهرهای کوچیکی که بهتون گفتم ارزش موندن اصلا نداره و من ترجیحم اینه که نمونیم. عموما مسیر بیابونیه. اینم که میبینید یه سدیه، اسمش رو فراموش کردم. تا تو مسیریم اینم به شما بگم که تابستون فصل جذابیه برای وان، چون پارک های آبی، فستیوال رنگ اینها برگزار میشه و لذتش رو دو چندان میکنه. همچنین کشتی های تفریحی شما رو وسط آب میبرن و میتونید تو آب شنا کنید. اینجا که میبینید ورودی شهر وانه و این قسمت حاشیه شهر، یه چیزی حدود 1 الی 2 کیلومتر از مرکز شهر فاصله داره. همونجور که میبینید داره ساخت و ساز میشه و شهر رو به گسترشه. تا قبل اینکه برسیم، برای تفریحات وان در فصل تابستون یه چیز حدود 3، 4 الی 5 هزار لیر کنار بذارید تا بتونید خوش بگذرونید و شبها دیسکو نفری 250 لیره. وارد شهر میشیم و این به اصطلاح مرکزهای خرید رو میبینیم. این هم وان ماله که بسیار معروف و برنده. شهر بدی نیست، شهر قشنگیه، مخصوصا شبهاش. و دوباره میگم تابستون شبها حتما یک سری به خیابوناش بزنید. موسیقی های زنده دارند، دستفروش ها غذا میارند و لذت بخش کنار این صحنه ها بودن. کمی هم ما به موسیقی محلی این شهر گوش بدیم. مقداری سکوت میکنم تا شنوا باشید. در ضمن برای حمایت از ما لایک و فالو یادتون نره. اینجا که میبینید ساحل ادرمیته، یکی از زیباترین جاها برای عکاسی و عکس گرفتن و این مسجدی که میبینید.